در تابستان بازاری مخلصان فوتبالی از خبرهای ترانسفری مسی سیر نشده‌اند که باز هم با نزدیک شوی روزانه ترانسفری سر و صدا اطراف ترک بارسلونا نمودن لیو مسی زیاد میشوند. با کمال شما سلام دوستان عزیز، برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که در خصوص نویگری‌های اخیر ترانسفرها برایتان میگوید. با آغاز سخن سری مسی میتوان گفت که اگر در تابستان 2020 مسی از بارسلونا نرفت، سال 2021 چون این کار نزدیک است و این نوبت به سمت پاریژ گذر کردنی است، چرا که به این گزارش احتمالی ژورنالیست RMC سپورت ریولو باور دارد. با قول ژورنالیست این پایگاه بزرگ خبری، گزارش مسی از بارسلونا به پاریژ باید که در تابستان سال 21 عملی شود و اگر که گزارش به میان آید، مسی و نیمار دوباره با هم بازی خواهند کرد. ژورنالیست RMC سپورت دانیل ریولو اظهار نموده است که حمله‌ور بارسلونا لیونل مسی سال 2021 به PSG گزارش میکند و این هم شوخی نیست گفته است. ژورنالیست نام برده شرطنامه کاری مسی با بارسلونا باشد عیناً تابستان سال 21 به اتمام رسیده، محض به خاطر ناجوری‌ها در مورد شرطنامه مسی را از بارسلونا جواب نداده بودند. در برابر تیم ابرقدرت پاریژی، پولدار کلان روسی مقیم لندن که زیر دست چلسی را دارد تا حال اشتیاقش را نسبت مسی گم نکرده است. از نسیم شمال نرمی از ورق رسانه‌ها، چلسی نیز به حمله‌ور ارژنتینی بارسلونا پیشنهادی جای کار میکند اگر مالک دستانی 10 گانه بارسا واقعا هم در ترانسفر تابستانی میل رفتن کند. در خصوص چنین رفتی کار باشد، ژورنالیست گیوم بالاگه در شبکه یوتیوب خویش افشا نموده است. طبق خبرهای سرچشمه، لندنیا به طور جدی از پی آماده کنی پیشنهاد شرطنامه به مسی میباشند، اما از جانب دیگر تیم سرپول منچستری نوکک با گواردیولا تمدید شرطنامه نمود و از جانب شیخان سرپرستی می شود. برای همین ارژنتینی 33 ساله شرطنامه 10 ساله با آینده سازی بزرگ در سیستم باشگاهی آماده کرده است. پریمیر لیگ روسیه باشد پس از شرمندگی عالمگیر خویش در یوروجام‌ها باز یک هموطن گمگشته خویش را از اروپا باز پس می‌آورد، چون که کار تیم‌های پیشگام روسی در سبقت‌های یوروفوتبالی آمد نمی‌کند. فوتبال بازان پیشقدم روسیه نیز در میدان‌های اروپایی عاجز و ناتوانند و این نوبت دنیس چریشف به دیناموی مسکو گذر کردنی است. چطور گفتیم، دنیس چریشف هیچ نیک خود را در والنسیا بیابد و از این رو وقت آن رسیده است که به پریمیر لیگ روسیه رسپار بگردد. از نامزدهای اصلی تیم‌های دعواگر بهره به دست آوردن چریشف دینامو می باشد که اگنت دنیس پدرش دیمیتری چریشف علاقه گفت و شنیدها را هم در این سمت شروع کرده است. به راستی ژورنالیستان روسی چنین نوید را رد کردند، ولی نوبسته از نافرامی بازی در روسیه برای دنیس چریشف اخیراً میتوان گفت که همکنون دنیس در برف و باران روسی غوطه‌ور می شود. نشریه فیجاژس باشد تصدیق میکند که دنیس واقعا میخواهد در تیم ختم مسند ورزشی نماید که پدرش هم بازی کرده است. دیمیتری چریشف هم راضی از این است و علاقه از آغاز گفت و شنیدها گفته است. دینامو باشد میخواهد که شرطنامه را تابستان عملی نماید. والنسیا باشد نوابسته به انجام مولت شرطنامه چریشف در سال 2022 ضد نیست که برای عوض پول نه چندان زیاد دنیس را از دست جواب دهد. یادرس باید کرد که دنیس چریشف اصلا دستپرور اکادمی رئال مادرید بوده، همچنین در تیم‌های سویلیا و ویلیاریال در اسپانیا ادامه مسند ورزشی کرده است. در موسم جاری باشد چریشف 4 بازی گذرانیده تنها 1 پاس گل‌آور در آمار دارد. اگر دینامو فوتبال بازی نالازم والنسیا را آورده نیست، زنیت باشد، چون هر وقت در ترانسفرها پیشگام است و این نوبت از لازمترین فوتبال بازان برزیلی را برایش باز پس آورده نیست و به قول نشریه ابولاد در پیتر به خلق آماده‌اند که معاش سالانه 3 میلیون یورو تامین نمایند. سرچشمه‌های پرتغالی برانند که حمله‌وری که قرارداد کاریش با شانگهای سیپک همین ماه انجام دارد میان دسته پریمیر لیگ روسیه و پورتو انتخاب دارد. و گفته ابولا زنیت خواهشمند بازگردانیدن خلق است و با دسته سابق دیگرش در ترانسفرها مبارزه خواهد کرد. به خاطر کمبک نفری دستان خویش راهبران کبود و سفید و آسمانی رنگ ها آماده‌اند که 3 میلیون یورو سالانه قربان کنند و این هم 2 مرتبه بیش از آن است که پورتو پیشنهادش میکند. واقعا هم اگر در میدان زنیت پورتو را مغلوب کرده نتواند، اقلاً با پولهای زیادی گازپروم باید که در بازار یک تیم اروپایی را شکست دهد.
تغییرات احتمالی ترانسفری دیگری چمپیونات روسیه باز هم به زنیت تعلق دارد و باز زنیت چشم گرسنه میخواهد که لقمه تیار سیسکا نیکولا ولاشیچ را باید. اما ارتشی‌ها هم در چنین سوداکاری‌های زنیت به شرط راضی میشوند که اگر زنیت 50 میلیون یورو پرداخت نماید. سیسکا باشد به طور پرینسیپالی در قیاس به تیم‌های اروپایی ارزش بازیگر خلوتیش را برای زنیت 2 مرتبه بالا برداشته است. زنیت واقعا هم میخواست که ولاشیچ را سیسکا خریداری نماید. تیم پیتری برای بازیگر خلوتی شرطنامه 4.5 میلیون در یک سال پیشنهاد کرده بود، اما آن دوران به سبب محدودیت‌های مالیوی نمایندگان پیتر تنها 25 میلیون یورو پیشنهاد کرده بودند. این حال باشد سیسکا آماده است که گفت و شنیدا را از 50 میلیون یورو آغاز نماید، هرچند که در اروپا بهره بازیگر منتخب خرواتیا تنها 25-35 میلیون یورو پرداخت میکنند. اظهار نموده است متا ریتینگز. بر زمین اشتیاقی دستای اروپایی چون اینتر، ناپولی و روما نسبت ولاشیچ واقعا وجود دارد. موسم جاری باشد نیکولا ولاشیچ 12 مرتبه به میدان برآمده و 6 گل و 4 پاس گل‌آور در آمار شخصی دارد. چطور یک زمان از خریداری نیمار و سالو در روسیه دست میکشیدند، به همین مانند آنخل دی ماریا هم میتوانست که به چمپیونات روسیه بیاید، ولی گزارش اخیراً به نقطه نهایی خویش نرسید و در این باره سابق سرمربی روبین قزان قربان بردیو میگوید. طبق گفته روبین سالهای 2004-2005 نسبت آنخل دی ماریا 17 ساله توجه داشته است. زمانی که ما از مون را خریداری نمودیم حالتهای جسمانیش همانا به چشم افتاد، تیزکار و چابک و سرعتناک. احساس میکنی که این بازیگر واقعا هم برایت لازم است. مثلا وقتی که آنخل دی ماریا را در آرژانتین دیدیم، پس از تماشای 10 دقیقه بازیش گفتیم که باید بخریم. برایمان 1.5 میلیون یورو ارزش نمودند، ولی از چنین امکانات‌ها استفاده برده نتوانستم. احساس می نمودم که این نفر هم به مثال ازمون خوب بازی خواهد کرد، گفته است در مصاحبه خویش قربان بردیف. آنخل دی ماریا باشد سال 2007 از راساریو بر عوض 8 میلیون یورو به بنفیکا رسپار شده، سپس در تیم‌های چون ریال، منچستر یونایتد و عین حال پی اس ژی بازی می نماید. ارزش گرانترین دی ماریا باشد 65 میلیون یورو در سال 2014 بود. چطور پاریژ از برای حفظ نمودن امباپه به دلخواه کار قادر است، رئال مادرید هم از برای دعوت امباپه نخستین مرتبه در 40 سال اخیر در ترانسفرات تحمل نمود تا که در سال 2021 فرانسوی با مهارت را پیراهنی شاهانه بپوشاند، ولی کار به آسانی دست نخواهد آمد، چرا که لیورپول هم در فرانت مقابل از برای امباپه سخت ایستاده است. لیورپول آماده آن است که برای خریداری امباپه صلاح، مانه و فرمینیو را به فروش گذارد. شرطنامه کیلیان امباپه باشد تابستان سال 21 انجام مولد دارد و از برای بچه‌ک طلایی 2018 علاقه شکاری بزرگی برپا شده است. چطوری از نیت‌های لیورپول گفتیم، سرخ‌ها زمستان کسی را هم خریدنی نیستند و به خاطر خریداری بزرگی تابستان که امباپه نخست نشان در این رویخط است، با میل تمام و ذخیره بزرگ وارد بازار می‌شوند. طبق معلومات The Sunday Times، صلاح، مانه یا که فرمینو به پریمیر اسپانی فروخته می‌شوند، اما گفتن نمی‌شود که به کدام از باشگاه‌ها. احتمالاً از برای این نفران رئال اشتیاقمند میباشد، تیمی که بر امباپه نیز در تاز است. میتواند در مقابل لیورپول دچار شکست شود. در روزانه قبلی تابستان‌های ترانسفری باشد، سرخ‌ها در مجموع 79.7 میلیون یورو مصرف نمودند، زمانی که دسته را دیوگو ژوتا، تییاگو آلکانتارا و کنستانتینوس سیمیکاس پره نمودند. لیکوپه باشد بر آن است که لیورپول و رئال میتوانند امباپه را بر عوض 100 میلیون یورو خریداری نمایند. خلاص که بازار ترانسفری تابستانه گرمتر و پرصداتر از پیشین خواهد بود. پس از سر و صداهای زیاد نسبت جنجال‌های رئال و راموس سر شرطنامه نوین، اخیراً نشریه آیس میگوید که رئال مادرید بهره سرخیو راموس شرطنامه 60 میلیون در 3 سال پیشنهاد کرده است. اما بر زمین سرخیو راموس میتواند در صف پی اس ژی ادامه فعالیت ورزشی نماید. پیشتر باشد آوازها سر آن زیاد بودند که رئال عنعنه تمدید نکردن شرطنامه زیاد از 1 سال با بازیگران از 30 سال بالا را ویران نموده برای راموس تا سال 2023 شرطنامه تمدید میکند. اما طبق گفته‌های آیس چنین معلومات تصدیق خود را نیافته است. طبق نظرسنجی آیس باشد راموس در برابر فرانس بکنباور و فرانکو بارزی وارد سگانه بهترین دفاعگران فوتبالی در تاریخ شده است.
قهرمان فعلی وطنی فوتبال باشد نوابسته به وضع شدید دسته و شماره بیشتری جراحتداران در روزنه زمستانه ترانسفری بازیگر دو نمیخرد. موسم 2021 باشد اصلا برای لیورپول خیلی مشکل افتیده است. با سبب جراحت لیورپول کلی چارگانه اساسی دفاعگران را از دست داد. هرچند که محمد صلاح بازگشت به میدان نمود ولی سروان تیم جردن هندرسون تا حال طبابتکاری می نماید. نوابسته به چنین وضع مشکل دستوی راهبران لیورپول در زمستان هیچ بازیگری نوی را خریدنی نیستند و کلی توجه ها را برای مستحکم کنی هیئت در تابستان می آمد تمرکز می کنند و چنین قرار را یورگن کلوپ هم خوش پذیرفته است. خبر می دهد اتلتیک. ریال مادرید باشد برعکس کل لیورپول و خاموشی برقرار تابستانه در زمستان زیاده از 100 میلیون یورو بهره هالند و کاماوینگا پرداختنی است. در این باره تحلیلگران گول دهان شدند. چطوری گفتیم نشان اساسی ترانسفری ریال مادرید در زمستان نزدیک حمله‌آور شهرتیاری بروسیای دورتموند ارلینگ هالند و استعداد 18 ساله فرانسوی ادواردو کاماوینگا میباشند. گول.com با اقتباس از شبکه RTVE بر آن است که مادریدیا الکی با تیم‌های آلمانی به علاقه برآمدند و در خصوص خریداری هالند هم از توجهشان گفتند. باشگاه برای نروژی 75 میلیون یورو و اجاره 2 ساله لوکا یوویچ را پیشنهاد کرده است. در حالتی کاماوینگا باشد ریال 50 میلیون یورو و اجاره حمله‌آور ماریانا دیاس را پیشنهاد کرده است. ریم باشد در نوبت خود 60 میلیون یورو کار کردنی است. و اکنون رسیدیم به موضوع اخری برنامه امروز. نوابسته به لازمیت خاصه رونالدو به سیستم پیرلو به گفته رسانه‌ها یوونتوس عوض‌کنی رونالدو را به نیمار در پیش گذاشته است. در خصوص چنین ارتباطی ترانسفری باشد ژورنالیست تانکردی پالمیری در صفحه توتومرکاتو افشا نموده است. یوونتوس نیت دارد که از رونالدو 35 ساله خلاصی یابد، زیرا که در صورت امضای شرطنامه نوین با دیبالا پرداخت‌های مبلغ‌های الهه‌ای دیان کولوشفسکی و فدریکو کیزا باشگاه امکانیت پیشنهاد شرطنامه نوین با کریستیانو را ندارد. مشکلات‌های مالیوی باشند تیم تورینی را پس از پاندمی کرونا ویروس دامنگیر شدند. پالمیری باشد بر آن است که واریانت موافق و بدون مصرفات زیاد برای هر دوی جانبا این عوض‌کنی طرفین است. چرا که شرطنامه نیمار هم با PSG سال 2022 انجام می‌پذیرد و برزیلی هم در تمدیدکنی شرطنامه شتاب نمی‌کند. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.